سلام، حالتون چطوره؟ اینجا پایتون اکسرسایزه و ما قراره با هم یک تمرین دیگر رو انجام بدیم. این تمرین جنسش با تمرینای دفعه قبل یه مقدار فرق داره. چرا؟ خب چون کاربردی‌تره. تا حالا شده خودتون بخواید یه سری عکس رو ویرایش کنید و بک‌گراندش رو حذف کنید تا از اون عکس تو یه جای دیگه استفاده کنید. خب طبیعتا توی این حالت میرید یه سری سایت و اپلیکیشن رو زیر و رو میکنید و شاید مجبور باشید هزینه کنید تا از قابلیت پرو یا پرمیوم اپلیکیشن یا سایت استفاده کنید تا براتون این کار رو انجام بده. خب حالا من یه پیشنهادی براتون دارم. میدونستید تو زبان پایتون فقط با نوشتن 40-50 خط کد میتونید این اپلیکیشن رو خودتون بسازید و بدون اینکه هیچ هزینه اضافه بخواد براتون داشته باشه با اون همراه باشید. خب بریم سراغ اصل مطلب. شما اول از همه باید با دستور پیپ اینستال کتابخونه پیلو و رمبیجی رو نصب کنید. احتمالا حدود 20 دقیقه طول می‌کشه تا این دو تا کتابخونه روی سیستم شما نصب بشه، روی سیستم پایتون شما. بعد اینکه این دو تا کتابخونه رو نصب کردید، اول از همه کتابخونه پیلو رو ایمپورت می‌کنید. می‌نویسید PIL به این صورت ایمپورت میشه. ایمپورت کن برای ما ایمیج رو. خب رمبیجی رو الان ایمپورت نمی کنی. چرا ایمپورت نمی کنی؟ به خاطر که یه سری تداخلات میده که اینو من در آخر ویدیو حتما به شماها میگم. خب حالا بریم فعلا سراغ اصل مطلب تا بعدا بهتون بگم چه تداخلی میده و ارورش رو حتما اینجا با هم بررسی میکنیم چون یک ارور جالب داره و به نظرم بد نیست که با این ارور حتما آشنا بشیم. خب اینجا ما اول احتیاج داریم یه برنامه‌ای بنویسیم، یه کدی رو پیاده سازی کنیم با استفاده از همین کتابخونه پیلو که بیاد بک‌گراند سفید رو توی تصویر تشخیص بده. این مال تصاویره که رنگ سفید و مثلا یه رنگ دیگه‌شون مثل همین تصویری که من الان دارم خیلی مهم قراقاتیه و اگه شما بخوای بک‌گراند رو حذف کنی احتمالاً به تصویری که میخوای حذف نشه آسیب میخوره. پس اینجا ما یه ایمیج کانورتر احتیاج داریم که برای اون مشخص کنه پس زمینه سفید عکس ما دقیقاً کجا هست و بعد بیایم ازش از رمبیجی استفاده کنیم تا بک‌گراندش حذف بشه. برای این کار من میام یک تاب تعریف کنم مثل بیجی کانورتر و اینجا من یه دونه F1 میخوام و یه دونه هست. خب حالا بهتون میگم این تابع قرار نیست که به صورت مستقل عمل کنه و قطعا قراره در یک سری توابع دیگه که ما حالا در ادامه میخوایم بنویسیم استفاده شه. پس بنابراین F1 و پس رو از طریق توابع دیگه خودش دریافت میکنه. حالا قراره چی کار کنیم؟ ما قراره اینجا اول از همه بگیم آقا ما یک عکس داریم که باید باز بشه که همون مسیر F1 یا فایل ما هست. پس ما میایم با استفاده از همین ماژول ایمیج که مربوط به کتابخونه پیلو هست میایم این عکس رو باز میکنیم. به چه صورت می‌نویسیم image open F1. تا اینجا ما یک عکس داریم که از طریق آدرس F1 باز شده. ما احتیاج داریم که خب این کانورت بشه دیگه. پس ما اینجا میگیم آقا ing برابر ing دات کانورت خودش برای ما میاره و اینجا داخل این می‌نویسیم RGBA. از این طریق ما طیف رنگی پس زمینه و خود عکس اصلیمون رو مشخص می‌کنیم. در واقع معلوم میشه که هر چیزی که توی این تصویر وجود داره داخل چه طیف رنگی قرار می‌گیره. بعد که طیف رنگی ها مشخص شد خب طبیعتاً کد رنگی سفید اینجا خیلی واضحه دیگه. قسمت سفید رو ما میایم از داخل تصویرمون حذف میکنیم. حالا میایم چه کار میکنیم برای اینکه این پیدا بشه؟ ما لازم داریم که دیتای این ایمیج کانورت شده رو استخراج کنیم. پس ما اینجا یک دیتا می‌نویسیم و بعد می‌نویسیم ing dot چی get data. اگر خاطرتون باشه ما برای اینکه بخوایم دیتا یک چیزی رو بگیریم
از متد get دیتا استفاده. خب حالا ما این get دیتا کردیم و دیتا رو گرفتیم. حالا ما باید روی این دیتاهای تغییراتی ایجاد کنیم. تغییرات ایجاد شده رو کجا ذخیره می‌کنیم؟ یه لیست احتیاج داریم به اسم new data. پس من اینجا یک لیست خالی ایجاد می‌کنم به اسم new data و حالا قراره یه سری تغییرات رو ایجاد کنیم. پس اینجا ما به یک حلقه for احتیاج داریم. پس می‌نویسیم for این کجا دیتا. خب و میایم حالا اینجا تغییرات رو ایجاد میکنیم. میگیم اگر آیتم اینجا با استفاده از ایندکس گذاریم، میگیم آیتم 0 ایندکس 0 ما دقیقا اینجا چیه؟ R هست، رنگ قرمز R G B A رد گرین بلو و A رو حالا بهش کار نداریم، مقدار A همیشه 0 هست توی این مباحث. حالا جای دیگه توی برنامه نویسی برنامه دیگه مقدار متفاوته ولی اینجا 0 هست. میگیم اگر آیتم 0 یعنی اینجا این R، خب دیتایی که مربوط به R هست، برابر بود با چی؟ 255 که دقیقا کد رنگی سفید هست توی زبان برنامه نویسی. دوباره حالا میایم آیتم بعدی از لحاظ ایندکس میشه آیتم شماره 1. آیتم 1 این هم برابر بود با 255 چون ما قراره قسمت سفید رو دیتکت کنیم تا تجزیهش کنیم دیگه، از عکس بخوایم بتونیم راحت پاکش کنیم و بقیه قسمت ها آسیب نبینه. بعد دوباره میگیم آیتم از لحاظ ایندکس آیتم سومی ما میشه چی؟ میشه آیتم ایندکس 2. درسته آیتم شماره 3 هست ولی از لحاظ ایندکس آیتم شماره 2 حساب میشه. این هم برابر بود با 255 که در واقع قسمت آبی بود، یعنی تمام این طیف به سمت سفید میل میکرد. خب گفتیم A هم که همیشه مقدار 0 توی این مپ هست. حالا میگیم که آقا new data خب دات append اینجا به صورت یک تیوفل بهش میگیم آقا بیا 255 و 255 و 255 که ما اینجا داریم به ترتیب، چون ترتیبه برام مهمه و نمیخوایم ترتیبمون به هم بخوره، داریم حرکت رو میزنیم اینها رو. و حالا چون ما اینجا یه قسمت دیگه داریم که این کانورت اگه نگاه کنید A هست، گفتیم همیشه مقدارش اینجا 0 هست و 0 رو بیا به نیو دیتا خودت اپند کن و این دیتا ها رو به نیو دیتا برای خودت ذخیره داشته باش. خب حالا یه در غیر این صورتی همیشه داره ایف دیگه. خب این در غیر صورتش خیلی ساده است. میگه آقا اگه در غیر این صورت اگه اینجوری نبود کلا بیا چیکار کن، کلا بیا همه آیتم ها رو توی نیو دیتا اپند کن. اپند متد اپند توی چی رو قرار بهش اپند کنیم؟ آیتم. یعنی ساده. تا اینجا ما اومدیم از لحاظ طیف سنجی رنگی گفتیم آقا اگر نیو دیتا ما پس زمینه سفید داشت و اعدادش به سفید میل میکرد، چیزایی که عددشون سفید بود رو طیف رنگیشون به سمت سفید میل میکرد و جدا کن و توی نیو دیتا بگیر. اگر میل نمیکرد که خب کلا همه رو بریز توی نیو دیتا. حالا باید این رو دوباره روش پردازش انجام بدیم. چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم آقا حالا بیا این تغییراتی که ایجاد کردی و این دیتایی که ایجاد کردی و اعمال کن روی عکس ما. پس ما اینجا به یک متد دیگه احتیاج داریم. من میگیم img دات یه متد داریم مثل put دیتا. خب نهایتا اینجا متد put دیتا رو انتخاب میکنیم و دیتا های جدید ما کجا ذخیره شده بود؟ توی new دیتا put دیتا. خب از پوت دیتا استفاده کردیم تا چه اتفاقی میفته؟ تا این نیو دیتا هایی که ما اینجا داریم رو توی img بولد کنیم و اونها رو دوباره قرار بدیم. یه جوری انگار واضح تر میشه اون قسمت های سفید، اختلافش خیلی پایینش تر میشه با بقیه عکس. درست شد؟ حالا ما احتیاج داریم این تصویری که این اتفاق براش افتاده و در واقع دیتاهاش بولد شده، دیتای قسمت سفیدش
یه جای ذخیره بشه دیگه. پس ما این پسی که اینجا گرفتیم دقیقاً برای همین. پس ما میگیم آقا با استفاده از متد سیو میو ing دات سیو، این سیو که بزنی خودش میاد کجا؟ توی پس. و باید بدونید که کتابخونه رمبیجی همیشه خدا با استفاده از متد پسوند PNG عکس ها رو پردازش میکنه. بنابراین حتی اگر عکسی هم میخواید بهش برید تا پس زمینه‌اش رو حذف کنید باید حتما پسوند PNG داشته باشید. JPG اینا رو قبول نمیکنن ازتون. پس ما اینجا براش حتما این رو لحاظ میکنیم که چیزی که داری سیو میکنی حتما پسوند PNG داشته باشه و اینو حتما باید به صورت بزرگ بنویسید. حالا بعد اینکه این حرکت رو زدیم یه تقریبا کار ما تمومه و ما کانورتمون انجام شده. پس اینجا یه پیغام برای کاربر چاپ میکنیم به اسم این که چی؟ پرینت کن برای ما. میتونیم می‌نویسیم مثلا background successfully converted. چند تا علامت تعجب هم بذاریم، یه دو سه تا پرینت هم اینجا بذاریم، یه پرینت خالی هم بذاریم که فضای خالی ما بده و تمام. خب این فضای خالی هم میده و تمام. تا اینجا ما کدی که نوشتیم صرفا قراره برای ما چه کار انجام بده؟ یا تصویر ما رو پردازش کنه و کانورت. حالا اصل قضیه مونده. گفتیم کتابخونه رمبیجی رو بیاید فعلا از ما اینجوری قبول کنید که اول این کد رو بنویسید، بعد بیاید زیر این کد فقط برای جایی که قرار از کتابخونه استفاده بشه ایمپورتش کنید. پس ما میایم می‌نویسیم آقا فرام رمبیجی خودش میاره ایمپورت کن برای این چی رو؟ ریموو کن. حالا ریمووش رو فقط ما اینجا احتیاج داریم. خب حالا ما اینجا احتیاج داریم که یک تابع دیگه تعریف کنیم به اسم BG Remover که من حالا اسمش رو میذارم BG Remover 1. چرا؟ چون که ممکنه ما نخواهیم از همین BG Converter استفاده کنیم. ما شاید عکسمون پس زمینی سفید نداشته باشه یا نخواهیم دستکاری کنه، کیفیتش رو دوست نداشته باشیم. من صرفا الان اسم میذارم بیجی ریموور 1، اینو انجام میدم. بیجی ریموور 2 دیگه خیلی ساده است، مطمئنا خودتون پیش میدید که باید چه اتفاقی بیفته تا بیجی ریموور 2 ساخته بشه. خب ما گفتیم توی کدهای دیگه ما قرار از این ایمیج بیجی کانورتر استفاده کنیم. خب پس لازم داریم که اینجا اول از همه اف و پس رو، یعنی آدرس فایل و آدرس جایی که قرار ذخیره بشه رو از کاربر دریافت کنیم. پس ما اینجا اما اول تعریف میکنیم F1 برابر میشه با اینپوت و برای کاربر می‌نویسیم مثلا add your directory has مثلا آدرس دایرکتوری که میخوای رو برای ما وارد کن. حالا مثلا your file دایرکتوری اینجوری بهتر your file دایرکتوری آدرس فایل، آدرس اون دایرکتوری فایل رو تو برای ما اینجا وارد کن. خب و یه اسپیس میزنیم بدون شیفت و آلت میرم F2 و این رو تبدیلش میکنم به پس و همین که میبینی اینو تبدیلش میکنم به پس و اینجا به جای your file میتونیم add your directory رو as you like to save your file. خب و اینجا حتما هم میتونیم برش داخل پرانتز بنویسیم مثلا
png فرمت که دیگه حتما حواسش باشه که باید تصویر رو با فرمت png اینجا ذخیره کنه. این همین رو هم میتونیم اینجا کپی کنیم و ازش استفاده کنیم. کنترل C رو من میزنم و اینجا پیستش میکنیم. تا اینجا ما به کاربر فهموندیم که ما دو تا آدرس لازم داریم. یکی آدرس جایی که فایلت هست که حتما هم باید پسوندش png باشه و یکی آدرس جایی که میخواید توش فایل جدید ذخیره بشه و حتما هم باید فایل جدید پسوند png ذخیره بشه، چون اصلا ما کارمون همینه. پس لطف کن و آخر اسم چیزی که میخوای بذاری یک .png بذار. خب حالا میایم سراغ اصل کار. گفتیم که ما اینجا از ماژول از کتابخونه پیلا استفاده میکنیم. بله دوباره احتیاج داریم که این رو استفاده کنیم دیگه. در واقع اینجا خود بیجی کانورتر رو ما باید بیایم اینجا کار کنیم. این بیجی کانورتر بیایم اینجا F1 و پس رو از بالا وقتی که ما گرفتیم اینجا دریافت کنیم. خب حالا که دریافت کردیم کارت که انجام شد، من حالا اینجا با تو یه سری کار دارم. چه کار دارم؟ اول از همه این که وقتی بیجی کانورتر کار خودش انجام میده ما یک فایل دومی داریم که در واقع F2 برابر میشه با پس. خب و اینجا ما احتیاج داریم یک فاینال پس داشته باشیم. خب فاینال پس که عکس فاینال رو بخوایم داخلش ذخیره کنیم و بنابراین این رو باید یک اینپوت بگیریم از کاربر. پس اینجا می نویسیم add your directory you like to save final picture. آدرس جایی که میخواید پیکچر تصویر فاینال ذخیره بشه رو برای ما بنویسیم و این آدرس رو بهش ازش دریافت میکنیم. خب بعد این لازم داریم چه کار کنیم؟ حالا دیگه وقت پردازش دیگه ما باید اول F2 رو باز کنیم. F2 رو چجوری باز میکنیم؟ میگیم آقا img2 برابر میشه با image dot open چی؟ open F2 دیگه. ما الان F2 رو پردازش کردیم تا بیایم از ایمیجش استفاده کنیم و تصویرش رو پردازش کنیم دیگه. خب حالا که اینو اوپن کردیم میگیم آقا حالا باید ایمیج 2 یه بلای دیگه هم سرش بیاد، باید بک‌گراندش حذف بشه. چجوری حذف میشه؟ خب وقتی قرار پردازش بشه در واقع قرار یک فایل جدید ساخته بشه دیگه. پس ما اینجا میگیم آقا F3 برابر میشه با متد ریموو رو که از RMG ایمپورت کردیم که یادتونه ریموو. حالا چی رو ریموو بکنه؟ img2 رو. کجاش رو ریموو میکنه؟ بک‌گراندش رو. تموم شد رفت. حالا لازمه فقط اینو سیوش کنیم. کجا قراره سیوش کنیم؟ میگیم output برابر میشه با f3 دات سیو. کجا؟ یه خود رمیجی گفتیم که میاد با پسوند png اینو سیو میکنه. مثلا نیاز نیست که ما بگیم آقا پسوندش رو png بذار برای ما. فقط کافیه پس دومی که از کاربر گرفتیم رو اینجا وارد کنیم. پس می‌نویسیم فاینال پس یا خودشو تموم شد و میتونیم اینجا یک متن ارزم به حضور شما ساکسسفول مثلا جان رو مثلا برای کاربر نمایش بدیم. پس اینجا ما می‌نویسیم پرینت کن برای من چرا background successfully removed. می‌کنیم چطور هم براش میذاریم
خیلی خوب. بین الویسین که کم بود. اینو برای کاربر نمایش میدیم و تمام. تا اینجا شد 31 خط کد. حالا یه موقعی هست ما احتیاجی نداریم به اینکه این بیجی ریموو بیاد کار کنه. خب خیلی تابلو دیگه. یعنی عملا ما میام چیکار میکنیم؟ میام اینجا یه دی اف دیگه میزنیم، دی اف بیجی ریموو دو یا اینجا یه باقا اینجا همه اینها رو بگیر و دیگه کار به کار کانورتر نداشته باش. من اینو براش می‌نویسم کنترل سی و یه سری تغییرات جزئی قطعا اینجا انجام میشه. این درست شد تا اینجا. خب میگیم آقا پس رو گرفتی، اینم گرفتی دیگه. عملا این وسط بیجی کانورتر و F2 اینا حذف میشه. در واقع F2 ما برابر با پس نمیشه دیگه. خب دیگه ما F2 مستقیم قرار پردازش شده این باشه و بک‌گراند حذف شده این. پس این چیکار میکنیم؟ اینجوری میشه. بیجی کانورتر که حذف شد، پس میگیم آقا آی ام جی برابر میشه با چی؟ بگید دیگه. توقع در آنه دیگه خودتون بزنید. آی ایمیج دات اوپن ایمیج دات اوپن چی؟ F1. پس قراره بر ما F1 رو باز کنه و بعد بیاد چیکار کنه؟ باید اینو پردازشش کنه. پس میگیم آقا F2 تازه اینجا F2 داریم که برابر میشه با remove دات چی؟ remove دات چیز خاصی نداره. ایمیج دو. خب تا اینجا ما یک F2 ساختیم الان و اوتپوت یا خروجی ما برابر میشه با F2 دات سیو کجا؟ توی پس همون پسی که کاربر وارد کرده. همین سادگی. اینجا پس رو گرفتی و بعد دیگه همین دیگه یا اینو براش کنترل سی. خب همیشه یه اصل برنامه نویسی یادتون باشه، همیشه کدتون رو چک کنید، از بالا به پایین چک کنید ببینید که آیا به نظر خودتون اشکالی توی مثلا همین ایندنت ها، توی بحث ایمپورت کردن ها و اینها وجود داره یا نداره. ببینید اگه یه موقع خطایی چیزی هست بعد بیاید ران کنید، چون 10 دفعه ران کردن و هی دیباگ کردن یه مقدار سخته. ممکنه همون اول که دارید کدتون رو چک میکنید به یه سری مشکلات بخورید. پس ما میایم اول این کارو میکنیم. خب به نظر میاد که مشکل خاصی وجود نداشته باشه، بریم ازش اجرا بگیریم. خب ما از بیجی ریموور یک یه اجرا میگیریم. توقع داریم که یک عکس رو ما اینجا بهش آدرس دهی کنیم و اون عکس رو بیاد اول برای ما نقاط سفیدش رو کانورت کنه، بولد کنه، معلوم کنه یه جورایی و بعد در مرحله دوم بیاد بک‌گراندش رو حذف کنه. من یه سری عکس دانلود کردم از قبل، مثلا یارو که کنار برج پیزا هست. خب طبیعتا این زاویه دوربین عکاسیش یه جوریه که انگار داره برج پیزا رو با پاش هل میده. برای اینکه آدرسش رو کپی کنی من میام اونجا و کپی پست رو به این صورت میزنم. حالا شما میتونید از راههای دیگه هم کمک بگیرید، ولی در نهایت اون پسی که لازم دارید باید به این صورت باشه. ببینید وقتی من کپی میکنم با یه کلیک رو توی ترمینال اون چیزی که کپی کردم اینجا وارد میشه، ولی ببینید آدرس جایی که هست اون تصویر شما به این صورت باید بیاد. مثلا تصویر من تو دسکتاپ بود، از یوزر روز دسکتاپ و اسم اون عکسی که من اینجوری سیو کردم و فرمت PNG. حواستون باشه باید حتما فرمت عکستون رو به PNG تغییر بدید.
به فرمت PNG آوردم و اینجا وارد میکنم. خب اینو دوباره من این کپی میزنم و اسم این رو دوست دارم تمام دسکتاپ ذخیره بشه، 1 میذارم. خب حالا کانورت شده، ببینیم کانورت شده یا نشده. ما اینجا چیزی به اسم پیز 1 داریم یا نداریم؟ بله میبینیم که کانورت شده و اینجا میبینید که چون تصویر فتوشاپی نیست خیلی نقاط سفید بک‌گراند رو نیومده برد کنه. خب ببینیم حالا ادامه کار به چه صورت پیش میره. من میام دوباره اینجا این رو وارد میکنم و یه پیز 2 میزنم ببینم آیا بک‌گراند تصویر ما حذف میشه یا نمیشه. یه خورده صبر میکنیم. توی این مرحله ممکنه برای شما یه مقدار اینجا شروع کنه بیجی ریموور یا رم بیجیش بیاد اینجا شروع کنه یه چیزی رو دانلود کردن توی دفعه اول. بنابراین توقع میده که حتما ویندوز شما یا حالا اگه با لینوکس کار میکنید لینوکس شما به اینترنت دسترسی داشته باشه. خب حالا میاد میگه که background successfully removed، پس یعنی من کارم انجام دادم دیگه. خیلی خب من میام این 2 تا تصویر رو میبندم. میبینید که اینجا یک فایل ایجاد کردیم دسکتاپ به اسم پیز 2 و من این 2 تا رو میبندم. پیز 2 رو باز میکنیم ببینیم به چه صورت تصویر میاد. و جواب ببینید من این تصویر رو بزرگ میکنم. تصویر خب از اولش هم کوچیک بود، یعنی خودش فکر خاصی نداشت، ولی به نظر خودم که خیلی تر و تمیز اومده این تصویر رو بک‌گراندش رو حذف کرد. حالا این که هیچی، بیایم مثلا اینجا یه دونه عکس 2 تا ماشین هست من دانلود کردم، بیاید پس این رو هم کپی کنیم. ببین این 2 تا ماشین اینجا هستن، من میام اینو هم کپی پس میزنم و حالا بیاید این دفعه مثلا از رم بیجی 2 استفاده کنیم، بیجی کانورتر 2. من میام اینجا تابع بیجی کانورتر 2 رو کار میکنم. این دفعه بیجی کانورتر 2 رو کار میکنم، اینجا CLS میزنیم ترتمیز بشه، صبر میکنیم تا برنامه اجرا بشه، این مقدار شاید زمان ببره. خب ما این رو بهش میدیم و اینجا توقع داریم فقط با آدرس دومی که بهش میدیم کار ما رو انجام بده. ببینیم انجام میده یا نمیده. بله کار ما انجام شد. بریم اینجا ببینیم آیا SE2 که من این رو سیو کردم این فایل تصویر اصلی هست و اینجا ما تصویر ریموو شده بک‌گراند ماشین ها رو داریم. خیلی قشنگ و خیلی تمیز میاد اینجا تشخیص میده چه چیزی اینجا بک‌گراند و چه چیزی اینجا سابجکت یا آبجکت ما هست و قرار هست ما اون رو حفظش کنیم. الان من میتونم از این تصویری که بک‌گراند نداره توی هر جایی که دلم بخواد استفاده کنم. ما اینکه 40-50 خط خود بیشتر نزدیم و از 2 تا کتابخونه هم بیشتر استفاده نکردیم، اما به نظرم واقعا تمرین خفنی شد. اگر از این مدل تمرین خوشتون میاد ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و اینجوری هم ما بیشتر انرژی میگیریم تا بیشتر از این مدل تمرین براتون انجام. تا ویدیو دیگر